سلام دوستان، بازم خوش آمده به یکی از ویدیوهای جدید ما. امروز ما براتان یکی از گلخانه ها را و گل ها را براتان به معرفی میگیریم که گل چی است. خب کل گل ها رو تمامش نمیشناسم، خب بعضی گل ها را میشناسم و براتان معرفی میکنم که چه قسم گل است. این گلخانه خود ماست دیگه. یکی از گل جیریبند است دیگه. یا ایشه نمیشناسم چه میچی گل است. خوب گل کلکس است. این گل فرشی است، فرشی زمینی است. خب زمستان که میشه هم در گلدان میشه بشونیش، هم در کردام میشه بشونیش. و این یکاک است، گلکایش است. بسیار گلکای مقبول داره. و دیگه این گلک است یا مثل جیریبند است. این نامش کدام چیز دیگه است، نام از ایرام نمیفهم. خب گلای رو زیاد نمیشناسم، مقصد گل زیاد است دیگه. ایام که است براتون پیشتر نشان دادم از اون گل است. وقت گل زیاد است، سیچران است که تیر شوی. این ایام گل فرشی است. بازی گل فرشی است، دو نوع است. از دو نوع است. یکی است گل فرشی خسک است. ایام فرشی زمینی هم میشه و گلدان هم میشه. گل کشاله به نام فرشی یاد میشه. دیگه این دو نوع است. خسکش است اینجا که است، اینی گلش که است. این گل که است بازی خسک نیست، این اصلی است دیگه. به نام اصلی و خسک یاد میکنن. این که است برگاش کلان کلان است. این که است ببینید دوستا برگاش خرد خرد است. این برگاش کلان کلان است. دیگه گل است. یعنی گل است که نمیفهم نام از این چیز. خیام گل است. این که است اینی درخت نارنج است. میبینید دوستا اینی درخت نارنج است. اینی که است گل نازبوس. این که دستک بزنی حتی خوبش بوی میته. این به نام گل نازبوس. اونو گل هم خود دوستا میفهمین گل به نام آلفراز. آلفراز دیگه که میگن که به جلدان فایده داره. دیگه گلای مختلف است. این دیگه گل است که قسمتایش خار داره، قسمتایش برگ از گلک ها میگن. گلک های خوب مقبول، خب فعلا دیگه وقتش نیست، گل نکرده دیگه. یا هم دیگه نوع گل است، یا هم گلک های دیگه قسم است. اینی که از انار است، فعلا خشک شده اما تو به استایل نمود مانده میشه. اینی هم گل آرویراست. خب یک کس یا هم خسک است. آلویرام دیگه دو نوع داره. شاید این ماده باشه یا خسک، نمیفهم. خب مقصد ایدی چیش خوبش نیست، شکلش خوبش نیست، مقبول نیستیش، هیچ خوب پر نمیگیره. این دیگه اش که است باش برم دوستا براتون نشون بدم. الو چی حال است؟ اینی گل که است باز این گل خسک نیست. یا مالویراز بازی آلویرا که است هم در قسم ایده قلمه نمیشه. یا که است اون قسم دیگه که زیر چوچه میته باز گویش میگیری دانه دانه میگیری دیگه گلدان میشه. یا که از کلش جیریبند است دیگه. اونوش هم گفتم آلویرای خسک، اوش هم آلویرای بود که خسک نیست. چی حال است دوستا بیخی دیگه. اینی هم دیگه رقم گل است. ایره گل تربوزی میگن. اینی هم دیگه اش است. یکیش است باز این تقریبا فعلا 2 ساله هست. این می گل اینم قکه شده 2 سال شده از این. یا هم که از دوستا قلمه نمیشه. یا هم که از بغلش اینطور شیک میته دیدی. یعنی دیدن دوستا اینی هم که است شیکایش است دیگه. اینی میاره میگیری باز در گلدان میشونی دیگه. زحمت و خوری و ضرورت داره که تا یا کلان شود. اینی هم دیگه اش است. یا هم که است یا گل چتیستن، یا در چت آمیده من دیگه دیوالام بالا میشن. یا هم بسیار خوب گل است، بسیار کلان میشه. حالا فعلا در گلدان است، خورده است. و یا هم یک قسم دیگه فرشی است. یا هم فرشی است دیگه زیادتر وقت در گلدان میشه، در زمین نمیشونه، زیادتر وقت در گلدان میشه. دیگه گلا زیاد است. ایره به نام یادم اومد راستی که جریبن آری از گفتم ایره به نام بیریات میکنن. اونو جریبن است. این برگای شخ شخ است. میبینین دوستا یک قسم جلام داره و او گل جریبن از برگکاش نازک است.
دیگه برگایشان یک قسم است خودشان متفاوت. ایره که می‌بینین دوستا، این گل که هست گل لنتناست، به نام لنتنا یاد میشه. گلکای خرد خرد کرده چه دیگه هم خوب بوی داره. این گل لنتناست، به نام گل لنتنا یادش میکنن. و دیگه بود از این گل زیاد قلمه شده، انواع گل هاست دیگه. اینی هم نمیفهم چی هست گلش، نامش نمیفهم چیست. اینی که از دوستا گل ساتیست، ببینین بسیار دراز میشه. یعنی می گل ساتیست سر که نزدیک رفته دوستان، تو رفته ببینین بسیار دراز شده. این گل ساتیست دیگه معمولا به خانه به چت استفاده میشه، نه خانه میمونن باز به چت استفاده میکنن. اینی هم که اصلا این گل هم نمیفهم. این گل خوشیست به نظرم. این گلکشان بسیار مقبول است. این قسم گل میکنه دیگه. گل های مختلف هست دوستان. اینی هم دیگه رقم گل هست. این رخ براتون گفتم نازوبوس، خیلی بوی خوبیش داره دیگه. اینی هم که هست ناخون آروز، به نظر من این ناخون آروز است. دقیق نمیفهمم، خب بخیالم همین ناخون آروز است. این هم گل است دیگه. اینی هم یک قسم گل دیگه است، یا هم کشالکی است. کشال میشه ده گلدان شونده میشه، خب در خانه بنمود است. میشه ده دیوار جام ببریشه، در دیوار هم ببریشه میشه دیگه، در خانه هم میشه دیگه. گل های متفاوت است. اینی هم دیگه رقم گل است. از هم رنگایش مختلف است. باز اینی دیگه رنگش است. خوب گلکای مقبول است دیگه. خودشان تر برگ هستن مثل گلواری دیگه. اینجا برگاش میبینین که دوستا سبز است، قسمتش رنگ هم قدر درست نمیفهم، به خیالم شیرچایی است دیگه. باز رنگاش خودتان بگوید دوست. یا هم کسی قسمتش سبز است، بازی قسمت سفید، یعنی خودشان برگ است مثل گلواری هستن دیگه. اینی هم گلکای شاپرکی است. میبینین دوستا شاپرک واریست، بسیار گلکای خوبش است دیگه. اینی هم گلخانه کوچکم است. یکان روز هم تو میایم دیگه میشه میشنم دیگه. گلام هستن دیگه. گلا رو ببینیم اینجا دوستا قلمه شده دیگه. قلمام میشه، گل قلمه میشه. باز درخت ها مختلف است، هم پیوند میشه. 3 رقم پیوند داریم، یکی کنده پیوند است، یکی برگ پیوند است، یکی هم که است نیچه پیوند. 3 رقم دیگه. اینی هم دیگه رقم گل است دوستا. میبینین گل ها متفاوت است دیگه. اینی هم که دیگه گل است دیگه. گلدان ها متفاوت است. بعضی گلدان ها با قسم از گلدان ها دیگه، هر قسم است متفاوت دیگه. اینی گل که است دوستا، این گل که میبینین، این گل از طرف شام خیلی بوی خوبش میده دیگه. از طرف روز قبوی نمیده، می شام دیگر که میشه، از این دیگر تا شام بسیار یک بوی خاص پیدا میکنه دیگه. خدا جان به قدرت خودش دیگه هر قسم چیز آفریده. اونو هم گلا را که میبینین، گلا را که میبینین دیگه. اینو گلا که میبینین، این از این گلاست. این گلای شبوست به نظرم دیگه. گل پتونی داریم، گل مرسل داریم. گل مرسل فعلا اینجا نداریم. ما گل پتونی هست، یک بتا گل پتونی هست. باش برتونی رو بگیرم دیگه. انواع گل زیاد است. این گل که میبینین دوستا، این گلبرگ به نام گلبرگ میگن. اون برگش که است دیگه گل نمیکنه، این برگاش که است مختلف است، هر رنگ داره. گل پتونی هم فعلا اینجا نداریم به نظرم. نه گل پتونی نیست، گلبرگ است دیگه. هر قسم مختلف رنگای مختلف داره گل که زیاد خوبیش هست دیگه. تایلند، هالند به نظرم بسیار گلای لوکس داره، یعنی بهترین گلا دموج است. دم کشور هالند است، بسیار گل خوبی داره دیگه. گلکای مختلف هست. اینی هم مچم به نام چی هست نمیفهم، نامش یادم رفته، خونامش نمیفهم، خب نامایشون یادم رفته دیگه. اینی دیگه نوع گل است
فقط یا بردارن گل نمیکنن، برگاش کس مثل گل واری است. خود دوستا بود معرفی گلا برایتان که یک گلخانه کوچک ما بود دیگه. دوستا اگه از ویدیو خوشتون آمد ویدیو رو لایک کنید به خاطر حمایت از ما، و چینل ما رو نیز سابسکرایب کنید، زنگوله رو نیز فشار بدید تا بتوانید ویدیوهای دیگر ما را نیز تماشا کنید.